خواهرم خواهی اگر شوهر به فرمان شود، خواهرم خواهی اگر شوهر به فرمان شود، هی بیگوید جان من جانم به قربانت شود، هی بیگوید جان من جانم به قربان شود. خواهرم خواهی اگر شوهر به فرمان شود، خواهرم خواهی اگر شوهر به فرمان شود، هی بیگوید جان من جانم به قربان شود، هی بیگوید جان من جانم به قربان شود. خواهرم خواهی اگر شوهر به فرمانت شود، خواهرم خواهی اگر شوهر به فرمانت شود، هی بیگوید جان من جانم به قربانت شود، هی بیگوید جان من جانم به قربانت شود. نق نزن چون خانه می آید بپرس از حال با، نق نزن چون خانه می آید بپرس از حال با، بازو کن آغوش مهرت را به استقبال او، بازو کن آغوش مهرت را به استقبال او. خستگی را از تنش باش و چشمی دور کن، خستگی را از تنش باش و چشمی دور کن، شیطنت کن عشق کن او را بسی مسرور کن، شیطنت کن عشق کن او را بسی مسرور کن. عشق را همچون گلی عبدل به تقدیم کن، شادیت با او غمش را با خودت تقسیم کن، شادیت با او غمش را با خودت تقسیم کن. داد و فریاد و فغان از زندگی با او نکن، داد و فریاد و فغان از زندگی با او نکن، سازوگاری کن شکایت هیچ وقتش نکن، سازوگاری کن شکایت هیچ وقتش نکن. مال و حالش را قیاس با دیگران هرگز مکن، مال و حالش را قیاس با دیگران هرگز مکن، آرزو از آنچه دارد بیش از آن هرگز مکن، آرزو از آنچه دارد بیش از آن هرگز مکن. همدم و خوبی برایش لحظه های درد و شو، همدم و خوبی برایش لحظه های درد و شو، چون به غم افتاده دیدیم و نسیان مرد و شو،
چون بغم افتاده دیدیم و نیستیان مردون شو. زندگی با عشق و زیبا می شود تنها به عشق. زندگی با عشق و زیبا می شود تنها به عشق. شادمانی قسمتی ما می شود تنها به عشق. شادمانی قسمتی ما می شود تنها به عشق. شنوندگان و عزیزان گرامی، این ترنم و نشیده زیبا مناسبت خوشنودی شوهر از همسر سروده و خوانده شد به صداهای بلبلان اسلام مثل هر یک و هر کدام قاری صاحب غلام قادر شریفی و سید روح الله انصاری و متوکل اکا بلخی. ضبط و تنظیم صداها در استودیوی اسلامی زیبای گلبهار پروداکشن.